من سخنرانی جنرال ضیاءالحق که در زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی هم رئیس جمهور پاکستان بود، هم فرمانده کل قوای مسلح پاکستان. من سخنرانی ایشان را برای شما میگذارم و ترجمه میکنم. دوستان عزیز اگر این رو گوش بکنن به یک نکته جالبی اشاره میکنم. उनकी आजादी के साथ हमारी आजादी। आप यकीन जानिए कि अगर आज उनको दर्द पहुंचती है तो कल पाकिस्तान की ईद से ईद बच जाएगी। میگه اگر امروز افغان‌ها در آن سوی مرز در مقابل اتحاد جماهیر شوروی شکست بخورن، پاکستان در این طرف مرز تباه میشه، برباد میشه. लोग इस चीज को समझते नहीं। شما ملت این چیزو میگی نمیفهمید. वो ये समझते हैं कि गर्द व गुबार जो वहां मगरब के अंदर उठ रहा है ये सिर्फ अफगानों के लिए। میگه ملت ما فکر میکنه اون گرد و غباری که در افغانستان هست، یعنی کنایه از اون جنگی که فعلا در افغانستان بین افغان‌ها و بین روس‌ها هست، این جنگ افغان هاست. मैं आपको ये मत्तला कर रहा हूं कि अगर खुदा ना करे किसी तरह से अफगानों को शिकस्त हो गई है तो फिर आपका अगला नंबर आपका है पाकिस्तान का। میگه خدای نکرده این رو برای شما صریحاً بگم که اگر افغان‌ها در اونجا شکست بخورن، بعد از افغان‌ها نوبت شماست، یعنی نوبت پاکستان است. و این یک واقعیت است که هدف روس اشغال افغانستان نبود. هدف روس‌ها رسیدن به آب‌های گرم خلیج بود و این هدف اصلی روس‌ها بود، رسیدن به چاه‌های نفت، رسیدن به کشورهای عربی حوزه خلیج. چون حتی در یمن جنوبی یک دولت کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی در اونجا تأسیس کرده بود و اگر اینا میرسیدن و پاکستان رو میگرفتن با همکاری یمنی‌ها در اونجا، همه این کشورهای خلیج امروز، قطر، کویت، عربستان، امارات، چاه‌های نفت، ایران، پاکستان، همه اینها امروز جزئی از اتحاد جماهیر شوروی محسوب می‌شدند. ये जो भाई हमारी जंग लड़ रहे हैं ये अपनी नहीं पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। میگن برادران ما که امروز در افغانستان دارن میجنگن، اینها برای پاکستان دارن میجنگن در اونجا. इसलिए अगर हम और कुछ नहीं करते तो कम से कम दुआ के लिए तो हाथ उठाइए। میگه اگر هیچی از دستمون نمیاد، حداقل میتونیم برای دعا کردن دستمون رو بلند بکنیم कि अल्लाह ताला इन अफगान मुजाहिदों को कामयाबी अता फरमाए। حداقل این دعا رو بکنید که الله متعال مجاهدین افغانستان رو کامیاب بکنه در اونجا. تشکر میکنم دوستان عزیز. این اعتراف رئیس جمهور وقت پاکستان است و این واقعیت هم همین است که اگر این مقاومت و پایداری افغان‌ها و بیش از 2 میلیون شهید در دوران جنگ با اتحاد جماهیر شوروی نمی بود و پایان این جنگ میدونید که سبب شد که اتحاد جماهیر شوروی از هم بپاشه و ده‌ها کشور در این منطقه استقلال و آزادیشون رو به دست بیارن. اگر این قربانی افغان‌ها نمی بود، شاید تا امروز هم ما شاهد بدبختی و استعمار اتحاد جماهیر شوروی در این مناطق می بودیم.